بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، مصنف در درس های گذشته 4 عامل پیدا کردن اخلاص را بیان کردند و پنجمین آن را بیان کرده گفتند که الخوف من عدم قبول العمل. بنده باید ترسد از قبول نشدن عملش. اگر بنده از قبول نشدن عملش ترسد، در این حالت یکی از سبب‌های پیدا شدن اخلاص میشه در این بنده، برای آنکه کوشش میکند که عملش در پیشگاه الله تعالی قبول باشد و برای این اهمیت میدهد. بعد از آن گفتند که کل عمل صالح تفعله احتقره. هر یک عمل صالحی که میکنی تحقیر کن، یعنی اونو معیده شمار، به اون تکیه نکن. و اذا عملته کن خائفا من عدم قبوله. وقتی که عمل کردی، عمل صالح را کردی، بیترس از آن که مبادا الله سبحانه و تعالی قبول نکرده نماند. از قبول نشدنش ترس، چون که قبول نشد چی فایده؟ 30 روز 18 ساعتی در گرما از خوردن و نوشیدن و از علاقه خودداری میکنید و قبول نمیشد، یگان ذره ثواب ندارد. چی فایده از این عمل؟ بنابراین بنده باید ترسد از قبول نشدن و حرکت کند که عملهاش قبول شود. یا عملی صالح کردید، از جمله اشتراک به درس. اشتراک به درس این عملی صالح است و بهترین عملی صالح است. و چی باید کرد که همین قبول شود در نزد الله تعالی؟ بعضی علمای سلف میگفتند که اگر من دانم که یک عملم به درگاه الله تعالی قبول شده است، من به همون عمل تکیه میکنم. یعنی به امید همون عمل میشم. لیکن از کجا میدونید که عملتان قبول شد یا نه؟ بنابراین میترسیدند. و من حفظه عدم العجب والفخر به. از حفظ عمل، از محافظت عمل را که کردید باید محافظت کنید. از رخنه شدن، از قبول نشدن، از ضایع شدن، از ریای و شرک در آمدن به عمل را محافظت کنید. از جمله حفظ عمل این است که عدم العجب به، با آن عمل عجب نکردن، خود به خود فخر نکردن. و الفخر به، فخر کردن، ما فلان عمل ها را کردگی هستیم. گفته فخر کردن با عمل صالح نادرست است، اما ذکرش برای ضرورت یا برای سفید کردن نفس یا برای عبرت شدن برای دیگرها اجازت است، نه فخر. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه انا سید ولد آدم یوم القیامه ولا فخر. من سیدی فرزندان آدم هستم روز قیامت، سروری فرزندان آدم، از همه بلندترین فرزند آدم این من هستم، ولا فخر. یعنی من سخن از روی فخر نگفته ایستادم، از روی خبر. این علم است آخر. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم نگویند، ما از کجا میفهمیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم روز قیامت سیدی ولدی آدم هستند؟ باید بگویند، خبر است، معلومات است. گفتن که ولا فخر، یعنی من این گپ از روی فخر نمیگم. گفتم بنابراین از عجب و از فخر پناه طلب کنید. این دو چیزه که این یکی از دو خصلت‌هایی که عمل از بین میبرد و انسان به هلاکت میبرد. بسیار آدم‌ها دو عملی صالح کردیان، ماشاءالله، نه وکک. آدم‌ها 30 سال است این جانب میکنن. اون رفع الیدینی که شما امروز با خبر شدید، آدم‌ها 30 سال این جانب در خانه‌هاشون میکردن، اگرچه مثلا در مسجد نخوانن هم از سبب مثلا فتنه شدن یا نافهمیدن. دیروز برای شما از داملای کلان چارکو کمتر نقل کرده بودیم. همین آدم الله رحمت کند در زمان شوروی زندگی کرده. در زمان شوروی خیلی میگفت پر موی سفید شدن در زمان شوروی و زندان‌های شوروی هم نشستگی هستند برای دین. برای شاگردانشون میگفتن که من در خانه رفع الیدین میکنم، یعنی هنگام خواندن سنت و نافله و ویتر و تهجد و دیگر نمازها رفع الیدین میکنم، لیکن در مسجد نمیکنم که مردم نمیفهمد رفع الیدین را گفتن. یعنی بعضی انسان ها گویا که یک حدیث یک قسمش اگر شنود گویا که از همه عالم وی است. آدم ها بر وقت میدونستن بسیار چیز را. و فخر با عمل یا با علم، فخر با
یا عمل صالح، این عمل صالح هم از بین میبرد، صاحبش هم به هلاکت میرساند. انسان باید عملهای صالحش پنهان کند، به مردم با نظر تحقیر نگاه نکند. بنابراین بعضی علما میگفتند که با آدم هایی که از خودت کلام هستند، مسلمان ها مراد، با نظر نگاه کن که آنها از تو عملهای صالح را زیاد کرده هستند. و آدمی کلام با آدمی کلام میگفتند که شما با شخصیت هایی که از خودتان خورد است با یک نظر کنید که اونها گناه از شما کم کرده است. عمرش که کم است، گناهش هم کم است. یعنی با همین نظر نگاه کن برای از خودت خورد ها. تحقیر نکن که شما کی هستید، ما 30 سال این جانب در راه الله هستیم، گفته اونها تحقیر نکن. یعنی به آدم های کلان سال نصیحت میکردن که به خودها باید نظر کن که گناه اینها از گناه ما دیده کمتر است، چون عمری کم دیدن گناهشون هم کم است. و برای خرد سالا نصیحت میکردن که به کلان سالا چنان نظر کنید که اونها از شما طاعات و عبادت رو بسیار کردن. واقعا شما اگر 3 سال روزه داشته باشید، اونها 30 سال روزه داشتن، اونها 30 سال حج کردن مثلا، یا 30 سال این جانب طلب علم دارن. با این نظر کنید، در این حالت شما هیچ کس تحقیر نمیکنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی کردن از تحقیر برادر مسلمان ها را حقیر نشمارید، پس نشمارید. وقتی که شما مسلمان را پس میشمارید، خودتون را بلند میشمارید. حرکت کنید، همیشه خودتون را تحقیر کنید، عملهای خود را تحقیر کنید. بل یبقى الخوف من عدم قبوله معلقا. بنده صالح همیشه خوف در قلبش آویزان باقی میماند، میترسد که الله سبحانه و تعالی قبول نکرده نماند. یقول سبحانه ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. در این آیات الله سبحانه و تعالی ما رو نهی میکند که مانند اون زنی نباشیم. یا زنی در مکه که الله تعالی اشاره به اون زن میکند، گفت که شما مانند اون زن نشوید. ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها. شما نشوید مانند اون زنی که بافته خود را میشکست، من بعد قوة انکاثا، بعد اینکه با مهنت عرق جبین و با قوت محکم آن را به اتمام میرساند. یا زن در مکه لباس میبافت است، با 2 سوزنی دراز، با ریسمان ها لباس میبافت است. و این یعنی کاری سبک نیست، اون نازکی ها دارد، باید اهمیت دهد. و وقتی که مثلا یک لباس را بافته پر را به آخر رسانید، محکم شد، 100% تیار شد، بعد با گشته کشاده میپرتافت است، عمل خودش بیکار میکرد است. شما مانند اون زن نشوید. یعنی این دلالت به بیعقلی و کم عقلی میکند. اون هنر داشت است، هر کی این هنر را ندارد او وقت صرف میکند، شاید در مدت 1 هفته تا شاید در مدت 2 روز ساعتهای زیاد به این عمل صرف میکند. لیکن وقتی که به آخر رسانید، وقتی که محکم شد، بتون شد، 100% شد، گرفته کشاده میپرتافت است. شما مانند آن زن نشوید. گفت یعنی مراد چی؟ مراد عملی صالح اجرا میکنید و عملی خودتان با فخر و کبر و ریای و سمعی و با ذکر آن و با تعریف کردن خود و فلا تزکوا انفسکم، خودتون تعریف نکنید. هو اعلم بمن اتقى، الله داناتر است و کسی به تقوا هست یا نه. خودتون تعریف نکنید، عملهای صالح خود را در نزد مردم ذکر نکنید. وروى الإمام أحمد والترمذي أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل. در مسند امام احمد و سنن ترمذی آمده است که حضرت مادر مومن ها عایشه صدیقه بنت ابی بکر صدیق رضی الله عنها و ارضاها گفتند که یا رسول الله، آیتی که الله تعالی میگوید که والذین یؤتون ما اتوا و قلوبهم وجله، آنهایی که این عملهای را اجرا میکنند و دلهاشون در ترس است. الله تعالی میگوید بعضی آدم ها بعضی عملها را اجرا میکنند
ولی قلب‌های آنها در ترس است. و قلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون، و آنها به سوی پروردگار بازگردنده هستند. عمل را اجرا میکردند و میترسیدند. و حضرت عایشه پرسیدند که یا رسول الله، اینا یعنی مراد از این شخص ها کی است؟ آن آدم‌هایی که زنا میکند و دزدی میکند و عرق مینوشد و بعد از الله تعالی میترسد، اینها همونها هست؟ قال لا یا بنت ابی بکر الصدیق، نه ای دختر ابو بکر صدیق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم خائفون الا يتقبل منهم، بلکه اینها شخصیت های هستند که نماز میگذارند، روزه میدارند، صدقه میکنند، لیکن میترسند که مبادا الله از ما قبول نکرده نماند. یعنی در این آیت الله تعالی درباره آن آدم‌های گپ زده است که آنها عمل‌های صالح هم میکردند و از قبول نشدنش میترسیدند. حضرت عایشه فکر کردند که اینا گناه میکنند و از الله تعالی میترسند به سبب عملی کردگیشون. بنابراین عملی که کردید باید ترسید که عمل قبول میشد یا نمیشد. قال ابن کثیر رحمه الله، چون قبول نشد فایده ندارد برادران. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون، در زیر این آیات سوره مومنون آیت 60 در تفسیرش گفتن که ای یعطون العطاء و هم خائفون، خیر میکردیند و میترسیدند. او یک آدم به قرض میتید و میترسید که گشته میداده باشد یا نمیداده باشد. گفته اینو خیر میکردیم. وقتی که خیر میکنید از بهرش برو اومدید الکی. لیکن این وقتی که در راه الله تعالی خیر کی کردید دیگه مکافاتشو باید از الله تعالی گیرید. آنها میکردند و میترسیدند که الله تعالی قبول نکرده نماند. و هم خائفون و جلون الله یتقبل منهم، میترسیدند که الله تعالی قبول نکرده نماند. لخوفهم ان یکونوا قد قصروا في القيام بشرط الاعطاء. برای چی میترسیدند؟ شاید کوتاهی کردیم در مکمل کردن شرط ها. دو شرط دارد عملی صالح برای قبول شدنش. اگر این دو شرط که اجرا شد عمل ان شاء الله قبول میشد. شرط اول اخلاص، یعنی خالص برای الله تعالی باشد. شرط دوم طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. اگر خالص باشد و موافق سنت نباشه، آدم الله ذکر کرده است ماشاءالله به خاطر الله، نه به خاطر یگون کس، هیچ کس بی خبر از عملش، لیکن با طریقه رسول الله ذکر ندارد. مثلا الحلیم 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 میگوید 1000 مراتبه. این طریقه پیامبر صلی الله علیه و سلم. الحلیم خالی معنا ندارد. الحلیم الله حلیم است گوید دیگر معنا میتید، لیکن حلیم 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 گفته میسید معنا نمیتید. یا الله 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 میگوید به ذکر دیگر کلمه سبحان الله گوید معنا میتید. این است ذکری پیامبر صلی الله علیه و سلم. الحمدلله گوید معنا میتید. لا اله الا الله گوید معنا میتید. لا حول ولا قوت الا بالله گوید معنا میتید. این طبق سنت است. لیکن الله 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 میگوید خب الله چیکار کرده است؟ الله رو شما تنقید دارید یا تعریف دارید؟ مثلا یا آدم گوییم که محمد عالم، گوییم محمد عالم است، گوییم تعریف کردیم. زید سارق، زید دزد است، گوییم مو تنقید کردیم. لیکن زید 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 گفته استیم یعنی چی؟ نه تعریف و نه تنقید، معنا ندارد. یعنی این بنده الله تعالی خالصا لله عبادت کرده است به علم. علم ندارد که همین عبادت طبق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم هست یا نیست. یک آدم طبق سنت عمل کرده است لیکن برای ریا، برای خودنمایی، برای اینکه مردم او را ببینند و تعریف و ثنا گویند، این عمل شرک است، این قبول نیست. بنابراین برای شرط قبول اخلاص و پیروی از سنت صحیح جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بعد از آن مصنف گفتند که الاخلاص یحتاج الى مجاهده قبل العمل و اثناءه و بعده. اخلاص محتاج است برای مهنت زیاد، مجاهده، با نفس مبارزه میبرید. شیطان میگه که برای مردم کن، برای پول کن، برای مال کن، برای دیگر کن. گفته آمده وسوسه میکند، شما مبارزه میبرید. اخلاص پیش از عمل لازم است و در مابین عمل و در آخر عمل، یعنی بعد عمل هم خالص اخلاص در کار است. بعد عمل اگر عمل برای مردم گوید که ما فلان عمل ها رو کردیم گوید و اونا با خبر شوند، اینم الکی اخلاص نمیشه.
خلاصه این پنجمین عامل برای پیدا کردن اخلاص. در درس های گذشته 4 عامل دیگری را بیان کرده بودیم. الله اعلم. صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.